همون جای نمازی که شما بالاش نماز خواندین باید گرفته و در دیده هاتون مالیده و بوسه نکنین. این جایز نیست. این نه امر الله است نه امر پیغمبر است. اگر دو نفر همه وقت در خانه جماعت کنند ثواب مثل مسجد است یا اینکه کم؟ زیرا من یک بابای دارم که همیشه در خانه نماز میخوانیم. نماز ما چی گونه نماز است؟ تو اگر جوان باشی خود در مسجد بخوان، بابات که آدم افگار باشد باید در خانه خواندن بگیرد، وای ثواب مسجد هم میگیرد زیرا وای عذر دارد. لیکن تو که عذر نداری تو آمدم در مسجد نماز بخوان، این حالت تو هم ثواب میگیری. من را در خانه نمیمانند که در بعض روزها سر شویم، میگویند که در این روز حضرت فاطمه پنجشنبگی میدهد. خصوصا روز پنجشنبه من بار با آنها جنگ کردم که گپ شما نادرست است، شما با این گپ چی میگویید؟ التماس جواب گویید ضرور است. حکم دنیا در پنجشنبگی خوردیم بس نیست، با در جنت هم پنجشنبگی هست، نیست در اونجا پنجشنبگی. این پنجشنبگی هایی که در گردن ما و شما بارش کردن همین دنیا ده است، در اون جنت بے پروا انشاءالله خوردن بگیر. حضرت فاطمه پنجشنبگی ندارد، تهمت در ذمه حضرت فاطمه نمانی. این سخن خیلی سخن وزنین است. یک آدم